راستی در فرهنگ کشورداری قدرت همیشه انگار توی تاریخ و سیاست بوده، اما چیزی که یک فرمان روایی رو موندگار میکنه تنها قدرت نیست. آیا میشه بدون راستی هم بر مردم فرمان راند؟ و اگر راستی از کشورداری جدا بشه پایانش چی میشه؟ با درود و مهردار هستم. در اندیشه و جهانبینی ایرانی راستی بنیاد شهریاری و شهریوری است. یعنی شهریاری بدون راستی یه نام تو خالیه، یه تخت بیپایه است. اون کسی که به مردم فرمان میده اگر اندیشه و وجدانش به راستی وصل نباشه، که همون شایستگیه ازش جدا میشه. قدرت اگر از راستی جدا بشه دوامی نمیاره و کم کم به سوی بیداد و تباهی کشیده میشه. اما اون شهریاری که راستی رو پیشه کنه حتی بدون ارتش و سپاه هم توی دلهای مردمانش ماندگار میمونه، چون فرمان راستین از مهر مردمانه که نیرو میگیره، نه از زور و شمشیر. راستی و داد که همون قانون باشه از هم جدا نیستن. داد بدون راستی شکل نمیگیره و راستی بدون قانون جون نمیگیره. کشوری که پایش روی راستی باشه از آشوب و فروپاشی در امانه، چون دروغ ریشه همه فسادها و بذر بی‌اعتمادیه و ما میدونیم بیداد و ستم نتیجه همین دروغه. اما راستی ریشه آرامش و داد سایه اونه. برای همینم کشورداری درست از پیمان با راستی و داد و مهر آغاز میشه. اگه به تاریخ نگاه کنیم نامهای زیادی اومدن و رفتن، اما اونایی که با راستی زندگی کردن توی یاد و خاطره ها موندگار شدن و تاریخ به نیکی از اونها یاد کرد. اما فرمان روایانی که ستم کردن حتی اگر قدرت زیادی هم که داشتن توی دل مردمان جا پیدا نکردن. اما اونهایی که راستی رو تاج سر خودشون کردن حتی بدون تاج و تختم بزرگ و نیکنام موندن و نامشون به نیکی یاد میشه، چون چیزی که توی یاد مردم میمونه نه زره نه زوره، بلکه راستی و مهره و هر کسی که راستی بکاره بیگمان نیکی رو درو میکنه، چرا که خود راستی بهترین نیکیست. اگه بخوام ساده بگم راستی فقط برای فرمان روایان نیست. هر کدوم از ماها توی زندگی خودمون یه جور فرمان روایی بر اندیشه خودمون، بر رفتار خودمون و بر دنیای اطراف و پیرامون خودمون. و اگر این فرمان روایی بر پایه راستی نباشه درون و بیرون ما هم از هم فرو می پاشه. اگه بخوام جمع‌بندی بکنم راستی بنیاد هر فرمان رواییه، چه بر یک سرزمین چه بر جان انسان. هر چیزی که بر راستی استوار بشه پایدار میمونه، ماندگاری داره و هر چیزی که از اون جدا بشه بیگمان به کاستی و تباهی میرسه، به سوی کجی و ناراستی میره. آدمی بسیاری از زمانها قدرت رو در بیرون جستجو کرده، اما کمتر به فرمان روایی بر خویشتن اندیشیده.
پس پرسش اینه چگونه زندگیمون رو بر پایه راستی سامان بدیم و اگر راستی بنیاد شایستگی، بزرگی و کرامت انسانیه، چطور میتونیم اون رو توی هر اندیشه، گفتار و کردارمون زنده نگه داریم. سپاس از همراهی شما. بهترین یار خرد است و بهترین آموزگار فرهنگ. مهردار.